سلام، چطوری بچه‌ها؟ خوبین؟ آخه امروز اومدم با یه حرکت خفن و عجیب غریب. اگه یادتون باشه پارسال همین موقع بودش که من استارت یه چالش رو زدم واسه خودم و اون این بودش که استارت زدم که زبان بخونم. و اینجوری شد تصمیم گرفتم که یه چالش رو شروع کنم و توی 4 ماه تا 5 ماه یه 6 ماه بگیرم. آفرین، زبان خوندم و بعد از 10 11 ماه تونستم بالاخره به نمره‌ای که میخوام برسم. البته بالاتر از چیزی که میخوام تونستم. خدا شکر. و حالا امسال داشتم فکر میکردم که خدا شکر اینقدر من بی هدفم، چرا هیچ کاری ندارم انجام بدم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، و به این نتیجه رسیدم که امسالم یه چالش خفن استارت بزنم. و اون چالش نیست به جز چالش تناسب اندام. نایس. چالش تناسب اندام خیلی قشنگه نه؟ من از سال 95 که شروع کردم واسه خوندن کنکور یهو خیلی چاق شدم. یعنی فکر کنم مثلا تو یه سال 10-15 کیلو اومد روم، چون فقط نشستم خونه خوردم خوابیدم، نه باشگاه رفتم نه چیزی، به خاطر اینکه بتونم رتبه خوب بیارم تو دانشگاه. تو کنکور رتبه هم 3 رقمی شد ولی رفتم دانشگاه آزاد. عجب خریتی کردم و هنوز این ساید افکت این عوارضش و این چاقیه رو مونده. یعنی از اون موقع تا الان من وزنم بین 90 کیلو تا 100 کیلو بالا پایین شده. یعنی مثلا یه روز 95 بودم، یه روز 93 بودم، یه سری روزایی که مثلا سر صبح میرم دستشویی یه حالی میکنم میام رو 90، بعد مثلا یه سری موقعی که زیاد غذا میخورم میام رو 96. این خیلی متغیره. امسال میخوام توی 3 ماه بذار یه چیزی بگم که بتونم انجام بدم دیگه، خیلی هم گوخوری نکنم به قول بعضیا. توی 3 ماه خودمو برسونم به 80 کیلو. توی 4 ماه توی 4 ماه خودمو برسونم به 80 کیلو. الان چه ماهی هستیم؟ تقریبا تیر ماه، اولین ماه تیر ماه. خب ما اولین ماه تابستونیم، یعنی من توی تیر ماه دارم این استارت رو میزنم، آخره تیرم هستم و دیگه آخره شهریور یا آخره مهر من میخوام خودمو برسونم به وزنی که میخوام. وزن متعادل برای من، وزن مناسب برای من توی 90 ببینم من 184 قدمه، وزنم 84-85 خوبه، ولی میخوام کامل بیام پایین و دوباره از اونجا بیام بالا. یعنی از 81 و 2 بیام بالا. پس تارگت اول من اینه که بتونم خودم رو از 90 خورده ای که هنوز خودم رو وزن نکردم، میریم وزن میکنیم، خودم رو برسونم به 80 کیلو. نمیدونم چقدر امکانش باشه یا نه، و مشکلی که هستش اینه که من الان کلاسای زبانم هست، یعنی روزی 3-4 تا کلاس دارم و مؤسسه میرم یه سری روزا و یه سری کارهای دیگه دارم انجام میدم و ویدیو یوتیوب دارم میگیرم و یه سری چیزای دیگه، و در کنارش بعد ورزش هم ادامه بدم. یعنی سخته یکم هندل کردن همه اینا واسه هم دیگه با هم دیگه، ولی خب میخوام برم تو دلش دیگه. یعنی من آدمیم که عاشق چالشم و دلیل اینم که دارم اینجوری ویدیو میگیرم این نیستش که بخوام مثلا نمیدونم سابسکرایب بیارم واسه خودم و چیزی جذب کنم. نه مثلا اینا مهم نیست. به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی، ولی تو رو خدا سابسکرایب هم کنید اگه میشه. نه ولی جدی دلیل این که میخوام من ویدیو بگیرم اینه که وقتی ویدیو میگیری یعنی میبینی که یه سری آدم دارن نگاه میکنن دیگه، واسه اینکه ضایع نشی و یه موتیویشنی باشه واسط و موتیویتت بکنه. فهمیدین من 7.5 دارم یا نه؟ بیشتر انگلیسی صحبت کنم. اسبوعاتونو بدرین. برای اینکه یه مقدار انگیزه بگیرم دارم این ویدیو رو میگیرم که اگه مثلا این موقع وسطش میخواستم یه چیزی بخورم چیت کنم، بگم که خاک تو سرت، اگه نتونی مثلا خودتو تو 3 ماه 4 ماه برسونی به 80 کیلو همه میرینن بهت. من میدونم که شما این کار نمیکنید، ولی برای اینکه
خودم انگیزه داشته باشم اینو به خودم میگم حتما و میخوام یه مقدار انگیزه‌مو بیشتر کنم تو این قضیه. فقط تنها دلیلی که دارم ویدیو میگیرم همینه که یکم مثلا یه سری روزا که حال ندارم و اینا بگم خاک تو سر دارن نگات میکنن احمق و بعد برم چیز کنم، یعنی دوباره برم بودان. با همین استارتشو میخوام بزنم امروز. فقط ببینیم که چندمه. wait a minute بذاریم امروز چندمه. امروز 25 تیره. خب بذارم ببینم میتونم ببینم. خب و ماه بعدی چیه؟ تیر، مرداد، شهریور. من تا آخر مهر میذارم تارگتو، یعنی 3 ماه و چند روز و میخوام توی این 3 ماه برسونم خودم به 80 کیلو، یعنی تقریبا ماهی فکر کنم اولوش 4 کیلو لازم داشته باشم، چون آخرین باری که خودم وزن کردم 92-3 بودم. حالا بعدش وزن میکنم و عکسشو توی ویدیو میذارم اینجاها. خب این وزن منه روی ترازو که بتونیم ببینیم و کسی هم که دوست دارن با من شروع کنم میتونن شروع کنن دیگه. یعنی یه استارتی که داریم میزنیم، یه چالشی که داریم شروع میکنیم و میخوام ببینیم چجوری بشه. و یه چیز دیگه که هستش، میخوام همه چیزو تغییر بدم، یعنی هم صورتم، چون خیلی بهم گفتن زاویه فک خیلی بهت میاد و میخوام زاویه فک بزنه بیرون، یعنی تمرینات فک و اینا میخوام انجام بدم هر شب و بدنسازی فلان، همه چیز فوق العاده. و توی مسیرم که ولاگ میذاریم دیگه، یه سری روزا میدویم میریم ورزش میکنیم، ولاگشو حتما میذارم. پس شما اگه قصد دارین که لاغر کنید به نظرم استارت بزنین. حالا زیر این پست میتونین بگین یا بعداً ویدیو رو ببینین استارت بزنین، به من پیام بدین بگین که منم یکم قند تو دلم آب شه، بیشتر انگیزه بگیرم. یعنی وقتی میبینم 4 نفر دیگه هم با من میخوان لاغر کنن 100 برابر بیشتر انگیزه میگیرم. میگم احمق 4 نفر دیگه هم دارن به امید تو لاغر میکنن، پس تو هم لاغر کن. و به این شکل دیگه استارت رو میخوایم بزنیم از 25 تیر تا 1 آبان، یعنی 30 مهر. 30 روزه است مهر، درستم؟ آره 30 روزه است. تا 30 مهر یا 1 آبان بریم ببینیم که خدا چی میخواد.